کلمه شون در زبان آلمانی کاربردها و معانی مختلفی داره که بسته به جمله و موقعیت متفاوت هستند. برای تأکید جمله و نزدیکتر شدن به زبان محاوره به کار میره. در اینجا به برخی از این کاربردها و معانی اشاره میکنیم. 1. زمان. Er ist schon gegangen. او قبلا رفته. 2. برای تأکید در جمله. Das ist schon richtig. همین درسته. Ich komme schon zurecht. من پسش برمیام. 3. برای تسکین یا اطمینان دادن. Das wird schon klappen. درست میشه. Es wird schon gut gehen. همه چیز درست میشه. 4. همکنون یا در حال حاضر. Ich bin schon dabei. دارم انجامش میدم. 5. برای حدس و گمان. Es ist schon jetzt klar. از همین الان مشخصه. تأکید با کلمات دیگر برای تأکید بیشتر. مثل schon immer، schon längst یا schon wieder. مثالهای بیشتر. Hast du schon gegessen؟ غذا خوردی؟ Schon ein bisschen nervös، oder؟ کمی عصبی هستی، آره؟ Ich habe es schon gemacht. قبلا این کارو کردم.